در آیت 175 سوره الاعراف ما شما در 32 شماره رسیدیم که بیان صفات دشمنای توحید میکنه. الله متعال حال بیان میکنه، میگه بعضی کسا هستن که دشمن توحید است، علم داره، دانش داره، کتاب آسمانی رو میفهمه. میبینین این بسیار زنگ خطر است برای کی؟ برای کسایی که مثلا در شرایط، در مسائل اسلامی، در دینی، در مدارس یا درس خواندن، شیخ الحدیث است، شیخ التفسیر است، ماستر است، لیسانس است، دکترا است، پروفسور است، در اسلامیات بسیار میفهمه. لکن با وجودی که مسائل میفهمه، خودش خود منحرف میسازه و دنیا پرستی میکنه، باز برسی مشکل پیدا میشه. مثلا الله متعال همین نقطه را بیان میکنه، میگه واتلو علیهم، تلاوت بکو بالای از اینا، نبأ الذی آتیناه آیاتنا، قصه او شخصی را که بر از او ما آیات و دلایل قدرت خدا برش داده بودیم. بعضی میگن که یک کسی بود در زمان موسی علیه السلام، بلعم باور نام داشت، بسیار عالم و بسیار دانشمند و بسیار فامیده و از کل چیز با خبر بود. لکن با وجود از این علمیت و دانش خود، ای از امر را منحرف شد. فانسلخ منها، باز از خود بیرون کشید، از دینداری خود دور کرد. بسیار عالما و بزرگان ما شما دیدیم، میبینیم خصوصا العصر فتنه هاست. 20 سال پیش یک کس رو میبینی که چی علمیت، عاشق علمش میباشی، عاشق فصاحتش میباشی، عاشق بلاغتش میباشی، یکی سبحان الله چه شخصیت است، چه علمیت است. لکن همون شخص 10 سال بعد، 15 سال بعد، یک دفعه 360 درجه تغییر میکنه و میبینی که در 20 سال پیش دشمن سرسخت کافرها بود که تو کافر کسی بشینه بیانیاتش گوش میگه. 20 سال پیش که 20 سال بعد سهل میکنه که دوست کافر است که کافر بغل میده، کافر در آغوش خود میگیره و ضد مسلمان، ضد مجاهدین، ضد دین، ضد ازی فتوا میده. این به چی تبدیل میشه؟ به می بلعم باور تبدیل میشه. ایران میمونه که یا الله علمیت از رسایی کنی، دانش از رسایی کنی، فهم از رسایی کنی. ما حتی از علم بعضی کسای دیگه هست که مثلا ما بسیاری وقتا نمیفهمیدیم، از علم از او استفاده میکردیم. علمیت داشت، وقتی که در یک رسانه یا در یک جای سخنایش گوش میکردی، واقعیت ها و حقیقت ها رو بیان میکرد. یک دفعه 5-6 سال بعد یا 10 سال بعد پرده از چریزی میبره، دنیا پرست میشه و همین نفر ببینه که 10 سال پیش گپای میزد که عالم گپای 10 سال پیش خدا فراموش میکنه. او برادر همین گپا رو خب از تو یاد گرفتم، همین چیزا رو خب تو برام با فهمیدی، همین تو گفتی، حالا تو چطور یک دفعه دور خوردی پس او کسی را که تو کافر میگفتی، بیدین میگفتی، دشمن الله میگفتی، دشمن رسول میگفتی، امروز پس او را دوست میگیری، برادر میگیری، از او دفاع میکنی. این حالا چی هست؟ بعضی اوقات بعضی کسا هستن مثل بلعم باور. و یک درس بسیار بزرگ است برای جوانا. شما جوانایی که درس میخوانین هیچ وقت چی نباشین؟ هیچ وقت عالم پرست نباشین، هیچ وقت پیر پرست نباشین. اگر کس عالم پرستش کرد، یعنی به این معنا که گفت که نمی عالم دیگه ما نمیره رهبر خود و اسوه خود گرفتیم، هر چیز که گفت گپ پذیر قبول بکنیم، ایجاد اشتباه هست. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه برای تابعین درس میداد و برشان میگه که شما حتی سر صحابی که زنده هست این اسوه‌تان نگیرید. چرا؟ میگه این صحابی که زنده هست خودش در امتحان است، یک دفعه در امتحان الهی ناکام میشه. سر از اون صحابه اصحاب اقتدا بکنید که اونا با ایمان از دنیا رفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را تایید کردن. اما کسایی که زنده هست یا در معرض امتحان است. اینال امروز ما تو متوجه باشیم که هر عالم و هر دعوتگر و هر پوهاند و هر دکتر و هر پروفسور و هر استاد و هر شیخ الحدیث و هر شیخ التفسیر که است، او را من ایس معلم خود میگیریم، برش احترام میکنیم، لکن سخنایش باید با قرآن و سنت برابر باشه. وقتی که دیدیم که این مطابق قرآن و سنت بر ما درس میده، آمنا و سلمنا و این نفر دوست می داشته باشیم به خاطر الله. اما اگر این منحرف میشه و خوب میفهمیم که اینی گپ از این مخالف این آیت قرآن است، این اجتهاد از این مخالف این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باز ما مکلفیت نداریم که دنبال رو نسو باشیم. ما با اطاعت از الله و رسولش بکنیم، ما پیرو قرآن و سنت باشیم. هر کسی که در راه قرآن و سنت در حرکت است، همراه دوستی و محبت داریم و هر کسی که ضد قرآن فتوا میده
وقت مجرد یک عالم بسیار عالم بزرگ شیخ الحدیث باشه لکن میخیزه به ضد آیات قرآن فتوا میده. الله میگه کفار دشمن مسلمان هست، این میخیزه میگه نه کفار دوست ما هست. این شخص به طاغوت مبدل شد. باید به این کافر شوی. فما یکفر به طاغوت، چرا این طاغوت مطبوع میشه. طاغوت مطاع قانون ضد شریعت میسازه. طاغوت مطبوع کسی است که قانون جدید نمیسازه بلکه حلال الله را حرام میکنه، حرام الله را حلال میکنه، به ضد شریعت الله، به ضد قرآن، به ضد سنت فتوا میده. این حال الله متعال میگه متوجه باشین اینه واتلو علیهم، تلاوت کن برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اصلاح فکر و عقیدهشان چی رو برشان بفهمان. نبأ الذی آتیناه آیاتنا، قصه او شخصی را که برش آیات و دلایل ما برش داده شد، فانسلخ منها، از او خود کشید. سلخ کشیدن پوست میگه، مسلخ چی میگن که حیوانات پوستش میکشن. این شخص خدا امی پوست ایمانی خدا از ایمان بیخی کشید، بیرون کشید، چپن ایمانی رو بوسو انداخت. متوجه شدین؟ فاتبعه شیطان، باز میگه ایره کی تعقیب کرد؟ شیطان ایره دیگه تعقیب بش گرفت. حالا کی انسان روی خود طرف دنیا دور داد و شریعت ترک کرد و کتاب الله را ترک کرد و سنت رسول الله را ترک کرد، این چی شد؟ این شیطان فکر من الغاوین، میگه این از جمله گمراه ها بود. اینی قسم میشه بعضی کسان ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم با این علم و با این دلایل این رتبهش بلند میکردیم، ولکنه اخلد الی الارض، لکن خودت در چی زد؟ خودش به زمین انداخت و خودش پس ساخت. و تبع هواه، عوض کتاب الله مطابقت از چی کرد؟ از خواسته های نفسی خود کرد، نفسش برش گفت فمثله کمثل الکلب. باز میگه این قسم شخصا به چی تبدیل میشه؟ اگر ببینید خطرناک است، این بسیار گپ خطرناک است که عالمه که گمراه شود بازی به حیوان مبدل میشه، بدترین حیوان مبدل میشه. فمثله، میگه مثال از این مثل چی است؟ کمثل الکلب، میگه مثل سگ هست. استغفر الله. ان تحمل علیه، اگر سرش تو حمله هم بکنی، یلحظ، چیغ زده میره و غوغا میکنه، و او تترکه یلحظ، و اگر ترکش هم کنی، کتش جنجال هم نکنی، بازم ایلا دادنی. صبح شام کار چی است؟ الا بیا که ما مناظره بکنم، الا تو فلانی هستی، الا تا گیری ما بیت میکنم، الا الفاظی که سبحان الله در دان انسان جور نمه این استعمال میکنه. اگر کتش جنجال هم برش بگی که تو طاغوت شدی، تو ناروا شدی، تو کتاب الله را ترک کردی، تو گمراه هستی، هم سرت حمله میکنن. اگر هیچ غرضش نگرفتی، گفتی بانش که میخواستم گفته برای چی کنیم، میشه من درس خودم میته پشت از این گپانم هنوز هم ایلایت نمیتن. از این خاطر الله متعال میگه ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این مثال کدام قوم است؟ میگه مثال قومی هست کسایی هستن که کذبوا بآیاتنا، به آیات ما تکذیب کردن. علم داشت، فهم داشت، تخصص داشت، علمیت داشت، لکن همه را تکذیب کرد، همه را دروغ پنداشت و آمد برای غلط و نادرست حرکت کرد. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم توی قصه ها را بیان کو، این واقعیت ها را بیان کو بر از این مردم، شاید امی کسایی که منحرف شدن فکر بکنن، تفکر بکنن، تدبر بکنن، دوباره در فکر خود تجدید نظر بکنن، ببینن که والا راستی ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، راه نادرست گرفتیم. ساء مثل القوم الذین، میگه بسیار زشت است مثال کسانی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن به آیات ما، و انفسهم کانوا یظلمون، و اینا بالای نفسای خود ظلم میکنن. اینا در حقیقت ظلم بالای کی کردن؟ بالای نفس خود ظلم کردن. در غیر از اون نمیتونه، نه ایمان کس به دست از ایناست، نه اجل کس به دست از ایناست، نه روزی کس به دست از اینا هست. الله متعال هر کس روزیش میده، رزقش میده، زندگی میده و مرگ کلش بوتی الله هست. این هیچ چیز کردن نمیتونه، فقط اون مثل حیوان واره چیغ زده میره. 33 نقطه هدایت و گمراهی مربوط الله هست. اگر ما میخوایم که کت یک نفر جا رو بحث بکنیم، من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که الله هدایت کرد و هدایت میشه. حتما این لیاقت هدایت نداشت. الله متعال
از پیشش هدایت گرفت. با وجود امکانات زیاد علمی و لیسانس و ماستری و دکترا و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و لقب‌های زیاد، اما لیاقت هدایت نداشت. بسیار خطرناک است. همیشه دعا بکنید یا الله تو برای ما توفیق هدایت نصیب بکن، یا الله تو ما را قبول بکن، یا الله تو ما را هدایت نصیب بکن. چرا؟ من یهد الله فهو المهتدی. یک انسان هدایت میشه باید هزارها مرتبه، لکها مرتبه، میلیونها مرتبه با بارگاه الله سجده بکنه و شکر بکنه که یا الله مرا هدایت نصیب کرد. این چرا؟ من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل و کسی که باز الله گمراه بکنه فاولئک هم الخاسرون. این باز در نقصان است. از این خاطر بسیاری کسا با وجود علمیت و فهم و دانش زیاد گمراه میشه. غضب الله سرش نازل شد. الله متعال حفظ بکنه. 34 نقطه صفات خطرناک دشمنای توحید. یک درس بسیار بزرگ فکری و درس بزرگ بسیار اعتقادی است. این بسیار متوجه باشید. این آیت بسیار آیت قوی و بسیار آیت خطرناک هست. این آیت بسیار آیت هست که انسان باید در باره بسیار فکر بکنه و بسیار بترسه. الله متعال در این آیت شریف دوزخی ها را معرفی میکنه. کی دوزخی هست؟ در دنیا اینی علامات داره. انسان ببینه که علامات در وجودش نباشه و اگر کس داشته باشد توبه بکنه، استغفار بکنه، رجوع بکنه و به الله سجده بکنه و گریه بکنه و شو بخیزه به سجده بکنه، از روی خاک سر خود بانه و از این عادات از این گپا بگه یا الله مرا نجات بده. الله متعال میگه ولقد ذرأنا، یقینا که ما خلق کردیم، استغفر الله، لجهنم کثیر من الجن والانس، برای جهنم بسیاری از جنها و انسانها. یا خلق شدن برای آتش دوزخ، خلق برای آتش دوزخ شدن. یا کدام مردم هستن یا الله؟ الله متعال میگه اینیا چند صفت دارن. اول صفتشان چی است؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب دارن، دل دارن، فکر دارن، عقل دارن، اندیشه دارن، اما حق درک نمیکنن. خوب علم داره، خوب عقل داره، خوب فهم داره، خوب فکر داره، همه چیز داره، هیچ نقصان نداره، لکن حق درک نمیکنه. هر قدر برش میگه که او برادر این امریکایی، اروپایی، صهیونیستا یا در باطل هستن یا دشمن انسانیت هستن، اینا تروریست هستن، اینا جنایتکار هستن، اینا دشمن انسانیت هستن. تا پیش از اینکه دشمن اسلام باشن، دشمن اسلام هستن، دشمن انسانیت هستن، دشمن اخلاق هستن، انسان من حیث انسان ارزش نمیدن. لکن وقتی برای اینا بگیم اینا چون جهنمی هست، برای جهنمی میگه. هر قدر باش بگیم میگه نه، امریکا طرفدار حقوق انسان، طرفدار حقوق بشر. سید فلسطین 30,000 طفل و خانم و پیچ سفید و مردمای مسکین کشتن، بمبارد کردن. 70,000 زخمی هست، طفلکای نوتولد کشتن، طفلکای مریضا رو در شفاخانه ها کشتن، بمبارد میکشن. و از این صهیونیستا، انگلیس، امریکا، دشمنای الله از اینا دفاع میکنن. فرانسه نه، اینها طرف کجاست حقوق انسان؟ آل فلسطینی مردم انسان نیستن. در سوریه، در عراق اینا انسان نبودن. چندین لک نفر در اونجا کشتن و در اینجا چه قیامت از در افغانستان دیگه امریکایی بمبارد میکنن، روسا آمدن چقدر کشتن. آیا اینها کل از اینا چیزن؟ با وجود میگن نه، اینها مردم خوب هستن، اینا مردم بسیار با عزت هستن، اینا مردم بسیار حقوق بشر هستن. الله متعال معرفی کرده اینی دوزخی هست. لهم قلوب لا یفقهون، هیچ درک نداره. و لهم اعین، چشم داره، خوب میبینه که سعی چقدر کشته میشه، چقدر میکشن، چقدر ظلم میکنن. لا یبصرون بها، هیچ چیزی نمیبینه. اگر یک مسلمان در یک جای بسیار دور یک تعداد ظالما را، خائنا را، جنایتکارا را، قاتلین، کافرای بسیار خطرناک، حربی ها را کشت، چیخشان دنیا را میگیره. دنیا را چیخشان میگیره که چی حاله. اما وقتی که به هزاران هزار مسلمان کشته میشه، هیچ ساکن را حرکت نمیده. اینجا چی هست؟ میگه ولهم اعین لا یبصرون بها، چشماش او رو نمیبینن،
عیب‌های مسلمان‌ها را ولو که یک نقطه و یک عیب مسلمان باشه این بسیار مثل کوار نشان میده و عیب‌های کافرات هیچ نمیبینه. ولهم آذان لا يسمعون بها. هر قدر برش حق بگویی حق نمیشنوه. هیچ نه قرآن قبول میکنه، نه قرآن میشنوه، نه قرآن میبینه، نه حق. هیچ. الله متعال میگه اولئک کالانعام، این مردم ها پیش الله مثل حیوانات است. اما حیوانات هم بالای از اینا شرف داره، بل هم اضل، بلکه اینا از حیوانات هم کده گمراه تر هستند. چرا امو حیوان هم دوست دشمن حق باطل بسیاری چیزا را با امو چیز خود اگر عقل نداره با امو شعور خود میفهمن. اینا از هم بدتر هستن، حتی امو شعور حیوانی را هم ندارن. اولئک هم الغافلون، این مردمای غافل هستن. در بحث دوم بیان امور مهم برای دانستن فرق میان اهل توحید و شرک. ما شما گفتیم که در قرآن عظیم شان 14، یعنی القرآن کله فی التوحید، کل قرآن درباره چی است؟ توحید است. در توحید مثلا برای ما شما قرآن 14 نقطه را بیان میکنه که اساسات توحید است. 3 چیز مربوط الله متعال است. اول اقسام توحید الله را در قرآن بیان میکنه: توحید ذات، صفات، افعال، عبادت، اطاعت، حکم، نامها. اقسام توحید بیان میکنه. دوم حقوق توحید بیان میکنه: اوامر الله و نواهی الله. لوازم توحید بیان میکنه: ولا، برا، دوستی با دوستای الله، دشمنی با دشمنای الله. این 3 مسائل آیات قرآن زیاد آیات در این راستا هست. بعد از او 5 چیز درباره اهل توحید بیان میکنه: معرفی اهل توحید، صفات اهل توحید، قصه های اهل توحید، نتایج توحید در دنیا و نتیجه اهل توحید در آخرت. این 5 شد. 5 3 8. 5 تا دیگه درباره دشمنای توحید معرفی میکنه: معرفی دشمنای توحید، صفات دشمنای توحید، قصه های دشمنای توحید، نتیجه دشمنی توحید در دنیا و نتیجه دشمنی توحید در آخرت. این چند شد؟ 5 8 13. 14می نقطهش باقی من. 14می نقطهش چی است؟ 14می نقطهش نواقص و نواقص اسلام. نواقص به صاد، نواقص به ضاد. نواقص اسلام چیزهایی که انسان ایمانش ضعیف میسازه. ایمان نمیسازش، مثل گناه های کبیره، گناه های صغیره. اینا چی هستن؟ اینا نواقص هستن، ایمان ناقص میسازه. یکی نواقص است که ایمان کاملا از بین میبره، نواقص ایمان هست. این حال بسیاری آیات قرآن در این راستا هم هست که نواقص و نواقص ایمان و توحید بیان میکنه. پس قرآن آری آیاتی که ما و شما میخوانیم، این آیات درباره چی هست؟ درباره چیزهای توحید است که اهل توحید دارای چی صفات هستند و دشمنای توحید دارای چی صفات هستند. این مشخصات رو بیان میکنه. اول چیزی که در اینجا بیان میکنه که اهل توحید کسایی هستند که ایمان به اسماء الله الحسنا دارن. ما شما گفتیم درباره الله ذاتش و صفاتش و نامهایش. اسماء الله الحسنا رو هم اینجا بیان میکنه. الله متعال میگه که ولله، الله معرفی میشه. الله کدام ذات است؟ میگه ذاتی هست که مخصوص از اون نامهای حسنا هست. نامهای حسنا یعنی نامهای نیکی که به جلال و عظمت از او شایسته هست. اسماء الحسنا یعنی نامهای هست که معنای دارن که این معنای از این نامها به جلال و عظمت الله شایسته است. این اسماء الله الحسنا را اسماء و صفات هم میگن. یعنی هر نام دارای یک صفت هست، دارای صفات هست که او صفات به الله متعال شایسته هست. پس الله متعال دارای نامهای نیک است. شما نامهای الله را علما میگن توقیفی هست. یعنی توقیفی چی معنی؟ همون قسم چیزی که در قرآن آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است به مو اکتفا میکنیم. از دل خود نامهای دیگه جور نمیکنیم. چرا؟ الله ذات خود بسیار خوب میشناسه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات الله را بسیار خوب میشناسه و صفاتش خوب میشناسه. از این خاطر الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات با عظمت خدا و صفات خدا و افعال خدا به اساس وحی بیان کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما انتقال داده. این حال ما مکلفیت داریم که نامها و صفات الله را از قرآن عظیم شان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم.
از این خاطر میگه که ولله الاسماء الحسنى، بر مخصوص الله نامهای نیک است. اون نامهای نیکی که به جلال و عظمت الله شایسته است. خب این نامها را که شناختیم، حالا چی باید بکنیم؟ مطابق از این نامها زندگی بکنیم، عقیده خود را جور بکنیم، بشناسیم که الله صاحب جلال و عظمت است، دارای اسماء و صفات است، نامهایی که هر نامش دارای صفت خاصی هست. وقتی میگیم الله یکی از نامش الرحیم هست، به این معنا که الرحیم نام الله هست و صفت رحمت هم الله متعال داره. پس الرحیم اسم است از اسماء الله الحسنى و صفت اسم است از اسماء و صفات. ادویش گفته میشه. پس ایناله وقتی که میگیم الله التواب هست، یعنی التواب اسم از اسماء الله الحسنى هست و التواب اسم از اسماء و صفات هست. چرا؟ صفت توبه پذیری هم الله متعال داره. پس الله متعال میگه که الله اسماء حسنا دارن، فدعوه بها. وقتی که شما توسل میکنین، نرین به قبر را که از قبر توسل به قبر بکنی، توسل به مخلوق بکنی. نه، توسل به ایمانت بکن. با این نامهای الله ایمان داری، با این توسل بکن. یا الله تو رحمان هستی، سر ما رحم بکن. تو غفار هستی، مرا مغفرت بکن. یا الله تو رب العالمین هستی، تو مرا تربیت خوب بکن. یا الله تو رزاق هستی، بر مرا رزق نصیب بکن. یا الله تو حفیظ هستی، مرا حفظ بکن. به این شکل انسان مسلمان موحد توسل با نامهای الله میکنه. فدعوه بها، طلب بکنین از الله با این نامها. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، ترک بکنین کسایی که در نامهای الله الحاد میکنن. چه قسم الحاد میکنن در نامهای الله؟ یعنی ملحدین گاهی نامها از دل خود جور میکنن، نامهای جور میکنن که به جلال و عظمت الله شایسته نیست. وقتی که الله را با این نامها نسبت بدن، اینجا الحاد میکنن. صفات الله را تغییر میدن، یا در اسماء و صفات الله چی میکنن؟ تعویل میکنن، یا مثلا اسماء و صفات از معنای اصلیش میکشن، یا اسماء و صفات مثلا تعطیل میکنن. میگه والا من عقل خود بالای وحی حاکم میگردانن، والا می به عقل مجور آمد، ای به حس مجور آمد، می اسم قبول. از خاطر گروه های بدعتی و گروه هایی که چی شدن و الحاد داخل شدن در نام ها، اینا را ترک بکنین. از این خاطر علما میگه که ما اسماء الله الحسنى را همون قسمی که در قرآن ثابت سنت ثابت هستن به ایمان داریم، معنایش هم میفهمیم، به معنایش ایمان داریم، کیفیتش هم میفهمیم، به او تسلیم هستیم، مربوط غیب است و به تمام آنچه که الله بر خود ثابت کرده ثابت میکنیم و صفاتی که الله از خود نفی کرده او را نفی میکنیم و نامهای الله که در قرآن و سنت است قبول داریم با معنایش. لا نعوله ولا نحرفه ولا نعطله، نه تحریفش میکنیم نه تعطیلش میکنیم، ولا نمثله ولا نشبهه، و این تشبیه و تمثیل به اسماء مخلوقات و با صفات مخلوقات تشبیه و تمثیل هم نمیکنیم. این ادب است در مقابل اسماء الحسنى. و ترک بکنین کسایی را که در نامهای الله الحاد میکنن. الحاد چی؟ مثلا این نامها را از خود نامهای زیاد میکنن، یا نامهای غلط را میارن، یا مثلا مشرکین نامهای الله را میگیرن از نام الله که مثلا چی است؟ برای مجسمه های مؤنث خود، مثلا از اله لات جور میکردن، از المنان المنات جور میکردن. این صفات مذکر و مؤنث یا کسی یا مربوط مخلوقات است. شما گرفتید اینا با اسماء الله الحسنى این مسائل دخیل ساختید. از این خاطر شما چی شدین؟ به الحاد اینا مبتلا شدن. الله متعال میگه که این چیزها را ترک بکنین، سیجزون ما کانوا یعملون. اینا زود جزا داده میشن به سبب آنچه که اینا عمل کردن. دومین نقطه را که در اینجا بیان میکنه صفات اهل توحید است. الله متعال میگه که و ممن خلقنا، از جمله کسایی که ما خلق کردیم، امت‌هایی هستند که دو صفت بسیار عالی دارن. این صفات کی هست؟ صفات اهل توحید است. این صفات اهل توحید چی است؟ اینجا باید انسان مؤمن داشته باشه. یهدون بالحق، هدایت میکنن، راهنمایی میکنن دیگران را به حق. و به یعدلون، و با حق عدالت میکنن. وقتی که عمل میکنن، عملشان با حق است، عادلانه است. پس این فرمول اساسی فکری و اعتقادی هست که ما شما تفسیر فکری و اعتقادی میخوایم. اگر میخوایم که امت مسلمه واقعی باشیم،
امتی که پیرو پیغمبرا هست، امتی که اهل توحید است، این دو صفت باید داشته باشه. دو صفت. این دو صفت چی هست؟ که همیشه راهنمایی بکنی به چی؟ به حق. حق چی است؟ توحید است. حق چی است؟ کلام الله است. حق چی است؟ سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به این راهنمایی بکنی. همیشه برای مردم درس قرآن و درس سنت بدی، راهنمایی بکنی به قرآن اتو میگه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اتو میگه. و وقتی که در زمین الله خلافت اسلامی رو ببینین، این قانون خلافت اسلامی در زمین الله است. در زمین الله وقتی که میخوای که خلافت الله را مستحکم بسازی، با دو چیز مستحکم میشه: راهنمایی به حق، احکام تشریع الله را برش میگی، نظام اعتقادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام عبادات اسلام، نظام قضایی اسلام، نظام دعوتی اسلام، نظام جهادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام مالی اسلام، نظام تعلیمی و تربیوی اسلام، نظام ثقافتی و فرهنگی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام. مجموع این نظام ها چی است؟ اینا حق هستند که در قرآن و سنت ثابت هستند. آنچه که در قرآن و سنت ثابت هست درباره آیات قرآن است، اینا حق است. این رو باید بر مردم چی کنی؟ راهنمایی بکنی. و با اینمی حقی عدالت میشه. با این عدالت میکنی. اول مثلا عدالت، ما میخوایم که در جهان مردم با عدالت زندگی بکنن. اول وقتی که میخوایم با عدالت زندگی بکنن، چطور میتونیم با عدالت زندگی بکنیم و تو حق نمیفهمی و یا چیز باطل حق قرار میدی؟ نه، حق در قرآن است و حق در سنت است. حق در شریعت الله است. مطابق شریعت الله وقتی که حکم کردی عدالت میشه. مخالف ازی اگر حکم کردی، این باز عدالت نمیشه. حالا چرا در جهان عدالت نیست؟ به خاطر ازی که مردم با حق حکم نمیکنن. اونا باطل پرستا باطل خود برای مردم حق نشان میده. قانون جورش کردن. قانون ملل متحد چی است؟ گفته که اینمی قانون ملل متحدی است که حق ویتو، حق صلاحیت برای 5 مملکت است. 5 مملکت خطرناک کفری: یونایتد استیت آف امریکا هست، امریکا هست، یونایتد کینگدام انگلیس است، فرانسه است، فرانسه، و چین، چین است، و روس است. این 4 مملکت خطرناک تروریستی درجه 1 که اینا سابقه قتل و جنایت و هیروشیما و ناگاساکی و قتل انسان ها و جنایت ها را دارن، اینا رو در رأس کل جهان قرار دادن. گفتن که این جامعه جهانی هست. این جامعه جهانی چون این 5 عنصر جنایتکار هست، اینا همو جنایات و باطل خود قانون ساختن. وقتی که قانون از اینا تطبیق شد، هیچ وقت عدالت نمیشه. امتی که مطابق حکم و شریعت الله، قانون الله مردم راهنمایی میکنن، مطابق از او حکم میکنن، نه مطابق اندیشه خود. اگر یک کس ادعا هم بکنه که من مسلمان هستم، لکن از عقل خود، از نظر خود، از قوانین دیگه، باز هم غلط است. نه، که به حق هدایت بکنه و مطابق حکم الله حکم بکنه. اول حکم الله را بفهمک نمیجا حکم الله چی هست. مطابق از این وقتی که حکم میکنن، اینجا عدالت میشه. از این خاطر مسلمان هایی که مطابق حق هدایت میکنن و مطابق از این فیصله میکنن، هم دعوتشان و هم حکمشان، محکمیشان، اردوش چی است؟ عادلانه هست. اردوش درست است. این است اساس نظامی که باید مسلمان ها داشته باشند.